Компания «Формула-55» дает старт новогодней мега-акции. در بازی هشتنگی گفتم خوجان پختکور رو با حساب 6-0 مغلوب کرده بود. تعویض است در حیات دسته خوجان. حاجیبای زیایف به میدان می آید و او احسان رو عوض کرد. احسان در حقیقت امروز از خود خیلی مهارت زیاد نشان داد، خیلی خوب کار کرد در میدان، قوه زیاد صرف نمود و او رو عوض کردند. حالا ببینیم حاجیبای زیایف چی کاری رو انجام میدهد برای پیروزی دسته خوجان. خوب خوجان پختکور رو 6-0 مغلوب کرد. پرویز بازی میکرد با قیف، احسان، ارتیوم، دایر یادگاروف دو تا توپ زده بودند. حالا باز اینجا شاروخ قرقیزبایف توپ رو داشته میگیرد و اینجا دوور بله بیرون از خط میدان نزد دروازه بود و ضربه جریوی تعیین میگردد. ولی انا اینجا میگه که توپ چگونه از میدان بله از روی خط بیرون اومد. بار دیگر جست زیبای قرقیزبایف و توپ از میدان بیرون رفت و ضربه جریوی تعیین میگردد. این ضربه چگونه اجرا میشد حالا میبینیم. خوب گفتم 6-0 پختکور رو مغلوب کرد. استقلال در همون پایه دوشنبه رو 2-1. بیاید اکنون توجه بکنیم به این ضربه که بسیار یادمان خواهد بود. اگر هم گل زنند هم گل نزنند، چونکه این لحظه ها پیش نظر میآیند بعد که یکی از دسته ها در این بازی پیروز می شود. اینا مخلصان هستند که در ورزشگاه از سین سالشون گوناگون است. نورسان اینجا هستند، کودکان هستند، برای دستگیری دسته خوجند آمدند. او دیوار محافظی خود را استقلال میسازد. از چند نفر؟ از 6 نفر یا 7 نفر. منوچهر با بازوبند کاپیتانی که امروز بود در اینجا حالا در میدان حضور دارد، اما بازوبندش رو ما نمیبینیم. شاید در وقتی فاصله بین قسمت دوم و سوم گرفته باشد. به هر نحو بیاید و توجه میکنیم این ضربه چگونه زده می شود. نعیم جان ابراهیم زاده بسیار ضربه خطرناک و گل از دوستان گرامی و این توپی که زده می شود دسته خوجند رو به صف پیش میبرد. این ضربه هم بسیار قاطع بود، بسیار خوب بود و اولین رسیشی که حاجیبای زیایف به توپ رسید گل شد. این در فوتبال خیلی کم میشد. با اولین رسیش به توپ آن را وارد توی دروازه کدام دسته استقلال میکنی. در تاریخش این پیش نظرش جلوه خواهد کرد. برای این مخلصانی که امروز فکر میکنم که از 15 تا 20 هزار نفر ما رسیدن، در پیش نظری آنها هم 1-0 خوجان به صف پیش برآمد. حالا بیاید این ضربه را ببینیم. او در حقیقت قهرمانی همین بازی فینالی است. اگر با کسی دیگر عنوان بهترین بازیگر رو دهند من راضی نیستم. نعیم جان ابراهیم زاده در حقیقت امروز کاملا خوب بازی کرد در هر مورد، در هر جای و حالا اشتراک زده می شود. 15 دقیقه قسم اول پایان رسید. دسته ها باز جایهای خود رو عوض میکنند. هجوم فوتبالبازان دسته خوجند، کاپیتانی دسته، باز یک گزارش خوب، باز یک ضربه دیگر و گل دوم. بله گل دوستان گرامی. ارتیوم سردیوک لگیونر روزتبار دسته خوجند گل دوم را به دروازه دسته استقلال میزند. شما امید داشتید که در اینجا استقلال مغلوب بشود؟ هیچ گاه. ولی امروز خوجند بسیار بازی مجلل نشان داد. بازی نشان داد که سزاوار تحسین هم هست برای همه بازیگرانی که امروز بازی کردند. 2-0 اکنون باز 3 دقیقه دیگر باقی مانده است و
اینجا محافظتگران از نظر خود دور کردن سردیوب رو و او توانست که به میلان با ضربه نیویت سخت با پای چپ توپ رو به طور دروازه زند. 2-0. خوجند در جام تاجیکستان برتریش رو برای غالب آمدن بیشتر می نموید. 1 دقیقه ایلوه می شود و قسم چهارم بازی بین دسته‌های خوجند و استقلال در فینال جام تاجیکستان. امروز با رستم سویروف با کامرون است. رستم سویروف کارت زرد میگیرد. کامرون تورسونوف چی؟ نه، کامرون تورسونوف الکی کارت زرد دارد. اگر کارت زرد بدهند بله اینجا بله نادرست رفتار است از جانب رستم سویروف. و حالا ثانیه‌های با شمار ما انتظار میشیم و فکر میکنم که مستقیما شما دوستان گرامی باز از رفتی سپردن جام مدال‌های یا خود نشان‌های در یاد ماننده این بازی‌ها حالا کامران تورسونوف گذشت از 2 نفر ولی از پایش اسکندر جلیلوف توپ رو گرفت. حالا داور امکان میدهد که باز بازی ادامه یابد. دقیقه زم کردهش هم به انجام رسید و نهایت هشتگ داور بلند می شود. خوجند در واخوری فینالی جام تاجیکستان استقلال را با حساب 2-0 مغلوب میکند. این گونه بازی هنوز در مدار این واخوری ها در سال 2017 رخ داده بود و با همین حساب خوجند استقلال را مغلوب کرد. سایولی شاقربانوف دیرکتور لیگ فوتبال تاجیکستان با دروازه‌بان بهترین این واخوری دلرجان براتوف جایزه را میسپارد. خوب این هم رمزی است. دلرجان براتوف در 2 مورد امروز خوب فعالیت داشت و همچنین 5000 سومانی از سرپرستی بازی‌های جام تاجیکستان پریماچ در تاجیکستان شرکت پریماچ اینچنین شاروخ قرغازبویف دروازه‌بان دسته استقلال هم عبدالستار حسنوف دیرکتور پریماچ با شاروخ قرغازبویف هم جایزه تحفه میسپارند. خوب این لحظه باید نماینده دسته استقلال اینجا به میدان آمده است و صاحب 5000 سومانی میگردد. خب هر نوع شاروخ قرغازبویف بعد با حساب 2-0 مغلوب شدن دسته و 2 توپ را از دروازه‌اش گرفتن شاید همین طور با این جایزه گیری نبرآمد. شاید همین طور هم باشد. حالا پرویز نوریان با بازیگران دسته استقلال مدال های نقره جام تاجیکستان را میسپارند. در یک جایگی با نماینده گان ولایت سوخت فردوس هستند اینجا که حالا نامبر شدند. هیئت دسته استقلال در این بازی چنین بود: شاروخ قرغازبویف، زهیر جورابویف، اسکندر جلیلوف، احتم نظروف، شربانی مبادشویف، دلیر امام نظروف، امیربک جورابویف، ریوتا نوما، شهرام سلیمانوف، رستم سویروف، منوچهر جلیلوف، موریدین حسنوف، شورجان شونازاروف، پیتر پاتف، شریفبek رحمتوف، اسلام زویروف، امیربک خدایدادوف، سلام اشورامدوف. اینها بودند با روبری ویتالی لیوچنکا با این بازی آمدند. علیشیر توختایف، انور نورقلوف، فاروق بردیف، عادل ارگاشف، فاروق اویزوف و ارکین داداجانوف این مدال های نقره را به گردن می آویزند. حالا از همه آخر کاپیتان دسته منوچهر جلیلوف این مدال را گرفت و نوبت بعد دسته خوجند می رسد.
خب برای جای دوم جهانگیر جلیلوف 20,000 سومون برای اشتراک در وخوری فینالی گرفت و اکنون دسته خوجند نمایندگان این دسته به میدان دعوت کرده می شوند. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان حالا فوتبال بازاری دسته خوجند رو با مدال های طلا سرفراز میکنند و طوری میبینیم اینجا از جانب پریمچ 25,000 سومونی برای اشغال جای اول هم داده میشد. همین طریق دلیرجان براتوف، علیمجان کریموف، سمندر اوچیلوف، نعیمجان ابراهیم زاده، فردوس عبدالسلیموف، احسان بابایف، کرامتالله سعیدوف، نازیم باباجانوف، دلیر یادگاروف، دلشاد بازاروف، ارتیم سردیوک، الکسی ماتروسوف، علیشر براتوف، جانیبک اوزاقوف، پرویز عزتشویف، حاجیبای زیایف، کامران ترسونوف و جوابای کریموف با رستم خوجایف، فاروق معروفیف، شریف جان زیایف، محور سلیمانوف، میرزا مبین منوروف، امانجان بابایف و ظریف جان یورماتوف مدال های طلا را به خود اختصاص میدهند و حالا از دست گفتم نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشر اورونوف با این جایزه سرفراز میگردند و حالا این لحظه ها میبینیم که رجبای احمدزاده رئیس کلوب فوتبال خوجند هم اینجا به حیث رئیس ولایت سوخت تحفه ها رو یا مدال ها رو به گردن بازیگران میآویزند و 25,000 سومونی برای غلبه در اینجا هستند. خب اینجا هم مراجع رو ما میبینیم که روبری دسته هستند هرچند در پروتکل بازی نامشون نیست و اینجا در قطاری همه جای میگیرند و حالا جام تاجیکستان در موسم سال 2021 از جانب رجبای احمدزاده با کاپیتان دسته خوجند دلشاد بازاروف سپریده خواهد شد. حالا جام تاجیکستان در موسم سال 2021 رجبای احمدزاده در این لحظه ها در یک رویه تنتنوی جام را با دلشاد بازاروف می سپارند. مبارک باشد برای همه مخلصان دسته خوجند، برای مخلصان فوتبال تاجیک، برای همه آنهایی که این لحظه ها با ما بودند. من بودم علاوالدین بوریف، در این لحظه های خیلی زیاد 4 قسم بازی را تماشا کردم و با شما در یک جا بودم. خیر دوستان گرامی، در همینجا گزارشم رو از ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان به پایان میرسونیم. شادی نشاد یارتان باد.